اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حرف های هجایی عربی 28 تا است. انشاءالله تعالی یک جای میخونیم. الف، الف، باء، 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 تاء، 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 ثاء، ثاء. بنوک زبان. ثاء، ثاء. جیم. بعضی برادران دریم میگن. دریم. جیم. ها از حلق میبراید. بسم الله الرح. ها. خا. این حرف بسیار غوص خوانده می شود، پرره خوانده می شود. خا، خا. دال، بسیار تنک. دال، دال خطا است. دال، دال. ذال، این حرف هم مثل حرف ث و نوک زبان. ذال. بعضی ها زال میگویند، زال خطا است. ذال. را، این حرف هم غوص خونده می شود، پرره. را، را. ز، تنک. ز. سین، سین، سین. شین، شین، شین. صاد، این حرف هم غوص خوانده می شود. صاد. بین حرف سین، صاد. سین تنک خوانده می شود. سین سهراب، سین سهراب تنک خوانده می شود. صاد غوص خوانده می شود، پرره. مثلا وقتی سوره فاتحه را می خوانیم، مستقیم. مس، این حرف سین، این حرف سین. مستقیم. صرا، صراطل. صی، صی، صراطل. برای همین غوص خوانده میشه. اگر گوییم که صراط، صراط خطا است، معنا هم دیگر می شود. صاد. ضاد، این حرف هم غوص خوانده می شود. ضاد، ضاد. طا، این حرف هم غوص خوانده می شود. طا، طا. صراطل. اگر گوییم که صراطل خطا است، برای همین صراطل. طا، طا. ظا. خب. صدق الله العظیم. عظیم. ظا، ظا، ظا. عین، عین. اعوذ، اعوذ. عین. غین، این حرف هم غوص خوانده می شود. غاین، غا، غاین. غیر، غیر المغضوب. غا، غیر.
اگر بگویم غیرل خطا است، برای که تنک می شود حرف. غا برای همین باید که غیرل غا. فا قاف قوس خوانده می شود. حرف قاف هم قوس خوانده می شود. قاف قل هو الله قل. قاف. کاف اینش ملایم خوانده می شود، تنک. کاف مثلا قل یا ایها الکافرون. بعضی ها میگن کافرون، خطا است. کافرون. لام این هم ملایم خوانده می شود. لام خطا است. لام. میم حرفا همین چطوری که کشش میتیم وقتی خواندن. میم همین خیلی باید که حرفا کشش داده شوند. میم. نون واو بعضی ها میگوین واو یا که واو یا اینکه واو، خطا است. واو. ها این حرف مثل که نفس میکشی. ها بین حرف ها و ها فرق است. مثلا بسم الله الرحمن، حرف ها بسم الله. همزه این همزه. یا این شم حرفی یا ناتوغری است. یا خب این بود حرف های عربی. انشاءالله تعالی در نوار بعدی طریقه نوشتن این حرف ها را به شما میرسانم. ویدیو را برای دوستانتان پهن کنید. انشاءالله تعالی شخصانی تماشا میکنند استفاده میبرند، شما هم در ثواب شریک میشوید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.